من با ریشم مشکل نداشتم. این بنده خدایی میگه. سلام بچه ها، من اول ویدیو سلاممون بکنم چون که اون موقع یادم رفته بود سلام کنم، چون قرار نبود که این بشه اول ویدیو. ما داریم میریم دربند، شما هم همراهمون باشید که گفتم هم دربند و محمد ببینه چند سال پیش دیده، همین که شما که از ایران دور هستید یه دوری با ما بزنید. گفتم کمربند تو دیگه از این به بعد ببند. سلام. دیگه چیکار داری انجام بدم؟ دیگه فعلا کمربند و همین. شیشه هم که تمیز کردی. البته من با ریشم مشکل نداشتم. این بنده خدایی میگفت ریشش بد نمیاد. این میگفت ریشتو بزن، این میگفت موتو بزن، این میگفت قیافت بد شد. جواد دارید مطابق. بگیرم نگیرم. بگیر. داره استوری میگیره. داری میگم از من نگیر. من خیلی سختمه بدون پایه با خیشنداز. یه دو پایه بخر برای من بتونم سلفی باهاش بگیرم. انقدرم هوا سرد شده دیگه لباسای پاییزی و اینا رو در آوردیم. من از سرمایه یه دونه بافت ریز زیر این پوشیدم با این کولر روشنه. کولر روشنه. تو روشن می‌کنی، من مخالف کولرم. بچه خوبی؟ چه خبر؟ روز آمد وام فوری می‌خوای؟ زود به بانک معرفی بشی؟ آره همونجا چیز شد. پدر مادر با اومدن؟ بابام نبود، همونجا خاکش کردن اومدن. میز روش اسید می‌ریزن؟ نه. همسایه ما خوب شد. چقدر سربالایی کوه دیگه، همش کوه نوردی می‌کردن. آره درخت کار کرده بودن ولی به نظر من اشتباهه. بعد یه ذره زودتر بیایم میتونیم بریم کاخو ببینیم. خونه شاه این بود؟ خونه ما شاه، آره دیواراشه، دیوارای کاخه. وای خدا دیوارای یه سمتشه، یعنی محمد توشو نگاه چقدر درختای قدیمی داره. آخه وای اینجا خیابون دربنده. محمد یواش برو، یواش برو. نماز؟ ملاده بالا بریم پایین. بالا تری دربنده که همه فیلم ها رو توی کلانتریشون میان اینجا. قبلا هم میمدن اینجا. یکی این، یکی یوسف آباد. همه پلاکا الان 24 13 همه شهرهای مختلف اومدن.
نمیخوای واسه ویدیو؟ فاطمه رو ترسیدی؟ بچه دلش بیاد. محمد بکنم چاله چه چاله کردی؟ من یادمه بچگیام که می اومدیم اینجا اصلا کلا به عشق آلوچه ها و خوردنیاش می اومدیم، ولی هرچی که گذشت تا به امروز هی میلم به خوردن و تست کردن آلوچه ها اینجا از بین رفت. احساس میکنم که رو همش گرد و غباره. البته که بعضیش با درپوش هستن ها، ولی خب چون هم تست میان میکنن و همین که من یکم حساس شدم به فرآورده هایی که مثلا دستساز بیرونن کمتر میخورم، برای همین فقط ویدیو گرفتم، چیزی نخریدیم. اینجا هم طبق معمول یه لوکیشن خوشگل محمد پیدا کرد واسه عکس و فیلم. گوشه تصویر داره، لباسشو مرتب میکنه بره وایسته من ازش عکس بگیرم. ازش عکسی گرفتم چند تا، میگه اینا خوب نیست، من اینا رو دوست ندارم. تا یه چند قدم بالاتر با هم قرار بودیم، گفتم من وایسادم زحمت کشیدم ازت عکس گرفتم چرا میگی خوب نیست. بعدش دوباره آشتی کردیم. خیلی دوباره یواش بریم که فیلم خوب بشه. یعنی دل کوهایی توی چه خوشگله؟ فعلا تا تر بریم، تا تر که نمیشه ولی خب بریم. تلفنم فضای بازه قلیون که 200 تومن تقدیرت میکنیم، غذامون هم به شرط میدن دست دارم بزن میشیم اونم جامونه بده بابا عالی ممنونم. چقدر خوشگل لباساشون، مثل جنوب بودن.
انقدر دلم واسه اینا سوخت، به خاطر اینکه اینجا باراشون رو با استفاده از اینا میارن تو سربالایی ها. اینجوری که بری بالا باشی بهتر ببینی. گیر کرده، برو نجاتش بده. میتونی به پای خوش نیزه. آخه میخواد بیاد پایین ولی میترسه. از عکس گرفتیم. اینجا؟ نه. بریم بالاتر ببینیم چه شکلی. بالا نیست؟ بریم همونجا تو باشه. کجا میشه این برو؟ گفت اینجا؟ از اختلاف نظرمون بگم براتون که من مثلا امروزی که رفتیم بیرون اصلا هدفم این نبود که شام بخوریم. یعنی اون شب کلا من نمیدونم بعضی روزا چرا انقدر صبح تا شب سیرم، خیلی سیر بودم. برای همین موقع سفارش شام گفتم من نمیخورم، خودت سفارش بده. هرچی منو رو نگاه کردم چیزی مد نظرم نبود. محمد اینجور موقع ها میگه که عصبانی میشه، میگه که چرا هیچی سفارش نمیدی، نمیشه من غذا بخورم تو منو نگاه کنی. منم میگم خب نمیشه آدم به زور و مثلا حالا چون تو داری غذا میخوری منم بخورم، که این میشه که به اختلاف میخوریم. البته نه اون اختلاف بعد اختلاف نظر میخوریم که من همینم دوست ندارم پیش بیاد، ولی بالاخره خب اخلاقا با هم فرق داره، باید با هم کنار بیایم. من هیچی سفارش ندادم هر چقدر که اصرار کرد. باز دوباره سر غذا ما یه چند دقیقه با هم صحبت نکردیم. کنارمون هم چند تا خانم آقای محسن اومده بودن که به سختی داشتن از خودشون سلفی میگرفتن. بعد سلفیشون هم من میدونستم داره بد کیفیت میشه. کفشم پوشیدم رفتم گفتم اجازه بدید ازتون عکس بگیرم. انقدر خوشحال شدن، گفتم وای چقدر تو مهربونی. خانماشون هم به محمد همش میگفتن تو این زن آخه از کجا پیدا کردی، اینقدر مهربون. بعد اینجوری شد که دیگه ما با هم دیگه آشتی کردیم. من فکر کنم آخرین باری که اومدم اینجا 2-3 سال پیش بود. تو کی اومدی؟ سال 91 سرباز بودم. شام محمد اومد. خیلی زیاده، بیا من سیرم. بیا که بخور. من بابی سنت میخوام. بعدم خواهرم قرمه سبزی درست کرده، امشب میاره خونه ما، آخر شب اونو بخور. اینجا خیلی خوشحال بودم از اینکه مقاومت کردم و شام سفارش ندادم. البته شام که نبود، عصر رو نمیشد.
بعدم شام محمد قیمتش رو 2 خورده. نه بابا مال یوتیوب همه. بالاخره دستمون گرفت. من خودم وقتی ولاگا رو میبینم، ولاگ بقیه دوستان، موقعی که توی خیابونا حین راه رفتن یا رانندگی از خیابونا ویدیو میگیرن خیلی برام جالبه و خوشحالم میکنه. برای همین خودم هم تو ویدیوام سعی میکنم یکم هم از خیابون مسیر براتون بگیرم. بازم حالا چون نظر شما اولویت منه کامنت بذارید که اصلا مورد پسندتون هست از خیابونا هم بگیرم یا نه. بعد 1.6 كيلومتر. بله میخواد بده بله بده جان بده بله بده شاخه چنده؟ شاخه 70. گلارم برای اینکه من عادت دارم دست خالی برگردم خونه بردم برای مامانینا که خوشحال بشن. سلام. سلام. این تقدیم شما یکیش. وای دست شما درد نکنه، چه گلا خوشگلی. به 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 به. مرسی محمد آقا، دست درد نکنه. این تقدیم شما. مال من دست رو درد نکنه.